بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای روز. دو پایه خط انتقال برق تاجیکستان به افغانستان ترکانیده شدند. پرچم قرقیزها از بام منزل تاجیکان برکنده شد. سفیر ایران در تاجیکستان ایران و تاجیکستان را گوشت و ناخن خواند. شرکت یفتاسنتل مکتب‌های رانندگی را زیر مونوپولیای خود گرفت. شب چهارشنبه و پنجشنبه 11 فوریه دو پایه‌های خطی که برق تاجیکستان را به کابل انتقال می‌دهد، یکی در منطقه بابا نظری شهر پول خمری مرکزی ولایت بغلان و دیگری در یک منطقه کوهستانی ولایت قندوز افغانستان، از سوی افراد نامعلوم انفجار داده شدند و در نتیجه انفجار از 4 ستون پایه‌ها قطع شدند. در حالی که برخی رسانه‌های افغانستان این انفجارها را کار دست حرکت طالبان می‌دانند، اما طالبان هیچ یک از این انفجارها را به ذمه نگرفتند. مورد به ذکر است که طی 15 سال اخیر طالبان هیچگاه دست به تخریب خطهای برق افغانستان نزدند. بنا به معلومات‌های معتمد، برق پایتخت افغانستان شهر کابل را ازبکستان 70% و تاجیکستان 30% تامین می‌کنند. تاجیکستان در فصل گرما امکان صادرات 5 میلیارد به خارج کشور را دارد. در حال رخ دادن چنین حوادث تاجیکستان زیانی مالی خواهد دید. یک کارشناس که نخواست نامش افشا شود گفت: با اغلبی تخمین‌ها این انفجار از جانب جنگجویانی که برای وارد شدن به تاجیکستان آمادگی می‌بینند و توسط افغانستان به سرحد تاجیکستان نزدیک شدند صورت گرفته است. مورد به ذکر است که از پی انفجار انتقال خط برق به افغانستان، حکومت تاجیکستان به شهروندان خود از بین بردن لیمیت برق را پیش از مهلت وعده کرده است. بنا به اطلاع پایگاه خبری آسیا پلاس، نمایندگان حکومت محلی دهه کلوندوی ولایت بادکند قرقیزستان امروز پرچم کشورشان را از بام منزل‌های خانه شهروندان تاجیک در حدود جماعت یافچی قلعه‌چه نایب بابا جان غفوروی ولایت سوخت برکندند. این پرچم را چند روز پیش افسران قرقیز و یک مسئول محلی روستای قرقیزنشین وارد خاک تاجیکستان شده به بام خانه تاجیکان نزد سرحدی با دعوای زمین پرافشان کرده بودند. طبق منبع ریاست خشونت‌های سرحدی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان در این رابطه اطلاع داده است که ضمن واخوری نمایندگان ساختارهای مرزی هر دو کشور به موافقه رسیدند که تا پوره تعیین و علامتگذاری شدن مرز دولتی در قطعه‌های بسناک نشان و رمزهای دولتی نه تاجیکستان و نه قرقیزستان گذاشته نمی‌شوند. حجت الله فغانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، در مراسم تجلیل از 37مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در دوشنبه گفت که روابط دو ملت برادر و همریشه ایران و تاجیکستان روابط عمیق و گسترده است و این پیوند گوشت و ناخن می باشد که کسی یا چیزی نمی تواند اینها را از هم جدا کند. سیراج‌الدین اسلف، وزیر امور خارجه تاجیکستان، ضمن ارائه تبریکات رهبریت عالی کشور به حکومت و مردم دوست و برادر ایران اظهار داشت که مردمان همزبان و همفرهنگ ما در راستای ارزش‌های مشترک و به زوال معنوی و فرهنگی طولانی ترین راه تاریخی انسانیت را با هم بپیمودند و در رشد تمدن جهانی نقش ماندگار خود را گذاشتند. اسلف با تاکید به همکاری‌های سودمند هر دو کشور در زمینه تطبیق طرح‌های انرژی و زیرساختاری و علمی و فرهنگی، همچنین همکاری‌های ایران و تاجیکستان را در سطح بین‌المللی و منطقوی گسترده ارزیابی کرد و گفت: ما صمیمانه امیدواریم که در آینده نیز در زمینه همدیگر فهمی، باوری و حسن و نیت مناسبت‌های عنعنوی دوستانه و روابط مفید طرفین در ساحه‌های مختلف همکاری به منفعت مردمان هر دو کشور توسعه خواهند یافت. جمهوری تاجیکستان برای گسترش این مناسبات کوشش‌های ضروری را به خرج می‌دهد. تاکید روابط سودمند تاجیکستان و ایران از سوی وزیر امور خارجه تاجیکستان و سفیر ایران در دوشنبه در حالی است که چند پیشتر وزارت خارجه تاجیکستان در پی دعوت محیدین کبیری، رئیس فعالیتش ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان، به تهران برای اشتراک در همایش وحدت اسلامی، سفیر ایران در دوشنبه را احضار کرده به دست او نامه اعتراضی جانب تاجیکستان را سپرده بود.
بینندگان گرامی، اکنون برایتان خبرهای کوتاه‌ترین و مهم جهان را پیشکش می‌نماییم. رهبر یکی از احزاب سیاسی لندن کامرون ملیک از دعواگر کرسی رئیس جمهور در امریکا دونالد ترامپ 10 میلیون فونت استرلینگ جبران معنوی رویانیدن می‌خواهد. بنا به اطلاع دارنمای اسلام رو، جناب ملیک قصد دارد این مبلغ را همچون تاوان برای تحقیر مسلمان‌های بریتانیای کبیر طلب کند. دونالد ترامپ در یکی از سخنرانی‌هایش اظهار داشته بود لندن به حدی از سوی مسلمانان افراطی شده است که پلیس‌ها خوف دارند کار کنند. کامرون ملیک گفته است چنین سخن‌های احمقانه و پوچ می‌تواند سبب از بین رفتن هماهنگی میان مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها در لندن شود. نمایندگان قدرت‌های بزرگ جهانی در مورد ختم خصومت‌ها در سوریه و افزایش یاری‌های بشری به مردم در آن کشور جنگ زده امروز 12 فوریه در میونخن آلمان به موافقه رسیدند. وزیر خارجه آمریکا جان کری در پی مذاکرات چندین ساعته با نمایندگان روسیه و بیش از 10 کشور دیگری عضو گروه حمایت از سوریه به خبرنگاران گفته است تمام اشتراک کنندگان این نشست توافق کردند که برای یک هفته باید در سراسر سوریه آتش بس اعلان کرده شود و مذاکرات رسمی برای استقرار آتش بس دوامدار در سوریه باید در ژنو و شویتزاری هر چه زودتر از سر گرفته شود. در امارات متحده عرب وزارت نو تأسیس داده شده است که وزارت خوشبختی نامیده شده است. احد رومی یک جوان دختر 22 ساله امارت وزیر خوشبختی این کشور تعیین گردیده است. احد رومی ختم کرده دانشگاه‌های آکسفورد و نیو ابو ظبی بوده است. وظیفه این وزارت معین کردن درجه خوشبختی مردم و تلاش در بهتر کردن زندگی و بیشتر کردن خوشبختی آنهاست. همچنین این وزارت همه روزه قرارهای حکومت را در روان و زندگی مردم میسنجد و در صورت تأثیری منفی داشتن آنها را تغییر میدهد. وزارت خوشبختی در شایع‌گری بوتن هم وجود دارد و هم چند سال در این کشور رای پرسی با سوالی آیا شما خوشبخت هستید گذرانیده می شود. نخستین قطار تجربوی بارکشان که در مسیر راه آهنی چین، قزاقستان، ترکمنستان، ایران حرکت می کند به ایستگاه سرخیتیک ترکمنستان رسید. درازی عمومی مسیر چین، قزاقستان، ترکمنستان، ایران 10,000 کیلومتر است و وقتی حرکت در این مسیر نزدیک 2 هفته را در بر می گیرد. این فاصله و وقت نظر به مسیر قبلی که طریق راه آبی می گذشت و 25-30 روز را در بر می گرفت به حساب میانه 2 برابر کمتر و زودتر است. وزارت معارف و علم تاجیکستان یک بار اجازتنامه 80 مکتب رانندگی را بیکار کرد. همکنون شهادتنامه رانندگی را تنها پس از تحصیل در مکتب‌های رانندگی مربوط 4 به شرکت خصوصی افتوسنتل میتوان دریافت کرد. جلال‌الدین امیرov یک مسئول وزارت معارف و علم تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفته است از بخش اکثری مکتب‌های رانندگی به طلبات جوابگوی نیست، باید تحصیل در افتودروم‌ها یگانه برآ مانده شود. این مقامی وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید که در دایره برنامه این وزارت و بازرسی دولتی اتومبیلی مکتب‌های رانندگی باید به شرکت خصوصی افتوسنتل شرطنامه بندند که از پایگاه‌های زمانوی تعلیم و تمرین برخوردار است. به همین ترتیب مکتب‌هایی که با افتوسنتل شرطنامه کاری نبستند از فعالیت باز ماندند. بینندگان گرامی، این بود چند خبرهای مهم روز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.